پوتین به امامعلی رحمان اردنی برای خدمت در نزد وطن تقدیم کرد. ضرر تاجیکستان بعد 20 روز تجاوز مسلحانه قرقیزستان به خاک تاجیکستان حساب شد. در الماتا برادر پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف از یک بازارش محروم شد. دوام 2 هفته پس از اعلان موبیلیزاسیون در روسیه تقریبا 700,000 نفر روسیه را ترک کرده اند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با یک فرمان خود به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اردنی برای خدمت در نزد وطن درجه 3 تقدیم کرد. طور خبرگزاری تاس خبر می‌دهد این اردن در متن فرمان برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبت‌های شریکی و اتفاقی استراتژی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان اینچنین تامین ثبات و امنیت منطقوی عنوان شده است. اردن را در عرفه زادروزی پرزیدنت تاجیکستان که 5 اکتبر است تقدیم کرده می شود. یادآور می شویم که سال 2017 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای سهم بزرگ شخصی در تحکیم روابط دوجانبه و همکاری های روسیه و تاجیکستان از جانب همتای روسش ولادیمیر پوتین با اردن الکساندر نیوسکی نیز مکافاتانیده شده بود. بعد 20 روز تجاوز مسلحانه قرقیزستان به خاک تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از کاملا خراب شدن 85 خانه و آسیب پذیر گردیدن بیشتر از 180 عائله در درگیری ها خبر دادند. در شهر اسفره 69 خانه و 90 عائله از حمله مسلحانه سربازان قرقیزستان ضرر دیده اند. در جماعت خستیورزی دهه آوچی قلچه در ناحیه باباجان غفوروف 16 خانه کاملا به خاک یکسان شده، 90 منزل دیگر قسما ضرر دیده است. در همین حال مقامات قرقیزستان گفتند در نتیجه مناقشه در مرز در ولایت بادکند که هم مرز با ولایت سوغد تاجیکستان می باشد 321 خانه، 7 مکتب و 5 کودکستان و دیگر انشاءات ملکی آسیب دیده اند. قرقیزستان ضرر مالیش را 18 میلیون دلار اعلان کرده است. دادگاه در شهر المااتای قزاقستان شرطنامه خرید و فروش شرکت نیزه BN را بیکار کرد. این شرکت مؤسس کلانترین بازار یک لخت فروشی بریس 4 در شهر المااتا بود که یکی از مؤسسانش بولات نظربایف برادری پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف می باشد. 65% سهمیه های بازار به بولات نظربایف تعلق داشته است. اکنون این بازار به بولات نظربایف و سهامداران دیگرش تعلق ندارد. به اطلاع رسانه‌های قزاقستان هنگام خرید و فروش بازار بیشتر از 3 میلیون دلار ارزش داشته است، اما آن را به قیمت همگی 640,000 دلار فروخته اند. دوام 2 هفته پس از اعلان موبیلیزاسیون در روسیه تقریبا 700,000 نفر روسیه را ترک کردند که 200,000 نفر آنها به قزاقستان رفتند. فوربس با تکیه به منبعش در کرمل می نویسد از زمان آغاز سفربرکنی تقریبا 1 میلیون نفر روسیه را ترک کردند که از این 600 تا 700,000 نفر شهروندان خود روسیه می باشند. موبیلیزاسیون در روسیه روز 21 سپتامبر اعلان شد. طبق اطلاع رسمی آن پیش از همه به نظامیان احتیاجی که تجربه جنگی دارند دخل دارد. به گفته وزارت دفاع باید 300,000 نفر به خدمت دعوت شوند.